ازدواج ها معمولا شروع خیلی خوبی دارن. هیچ کدوم از زوجهایی که توی عکس‌های عروسیشون درخشان و خوشحال به نظر میان اصلا به فکرشون هم نمیرسه که ممکنه یه روز طلاق بگیرن. اما از نظر آماری به احتمال 50% ممکنه یه روز از همدیگه جدا بشن. با این حال هیچ کس توی سخنرانی عروسیش به این موضوع اشاره‌ای نمیکنه. چون وقتی حرف از عشق وسط میاد، آدمیزاد دوست داره یه خوشبین ابدی باشه و با خوش خیالی فکر کنه که این عشق تا ابد دووم میاره. سوال اینجاست که چی میشه که کار این زوجهای درخشان به طلاق میکشه؟ از زمانی که این مرغ عشقها رو به روی هم میستن و به هم قول میدن که همیشه همدیگر رو دوست داشته باشن و قدر هم رو بدونن، تا زمانی که توی دفتر طلاق میشینن و دارایی هاشون رو تقسیم میکنن چه اتفاقی میفته؟ این همون چیزیه که من، یعنی جان گاتمن، همه زندگی حرفه‌ایم رو وقف فهمیدنش کردم. تجربه من در طول این سالها بهم نشون داده که چی تعیین میکنه کدوم زوجها با هم میمونن و کدوم زوجها از هم جدا میشن. وقتی من کارم رو دهه 1970 شروع کردم، روانشناس ها نظریه های جور و جوری راجع به این مسئله داشتن، اما هیچ کس تحقیقات تجربی مستمری در مورد این موضوع انجام نداده بود. من این روند رو تغییر دادم. در واقع یه آزمایش خاص ابداع کردم و از صدها زوج خواستم تا به آزمایشگاه من بیان و توی این آزمایش شرکت کنن. توی این آزمایش از زوجها خواستم یه موضوع رو انتخاب کنن و 15 دقیقه در موردش حرف بزنن. تک تک کلمات، حالات صورت و انحراف‌های صوتی اونا حین این مکالمه فیلم برداری شد و بعد یه تیم از محققان میکروثانیه به میکروثانیه این فیلم ها رو تجزیه و تحلیل کردن. علاوه بر اینا واکنش‌های بدنی زوجها هم حین این مکالمه ضبط میشد. چیزایی مثل این که وقتی یکی از زوجها در مورد خیانتش حرف میزنه، آیا تنفس اون یکی تند میشه یا نه؟ یا وقتی یکی از زوجین حالت تدافعی به خودش میگیره، قلبش شروع به تپیدن میکنه. به طور کلی این 15 دقیقه چیزیه که من بهش میگم عکس ایکس ری از یه ازدواج. یعنی عکسی که میتونه عمق ازدواج رو نشون بده. من و تیمم با استفاده از این عکس ایکس ری تونستیم پیش بینی کنیم که کدوم زوجها توی 3 سال آینده طلاق میگیرن و باید بگم که 94% پیش بینی های ما به طور شگفت انگیزی درست از آب در اومد. سلام، من کامران آقا محمدلو هستم و امروز هم مثل همیشه با یک کتاب جدید اومدم خدمتتون. توی خلاصه کتاب چرا ازدواج ها موفق میشون یا شکست میخورن میخوام اینو بهت بگم. نشونه های اصلی یه ازدواج مشکل دار چیا هستن؟ استراتژی های عملی برای بهبود برقراری ارتباط توی رابطه چیه؟ چطور میتونی ریشه دارترین تعاملات منفی رو تغییر بدی؟ خب کتابمون از اینجا شروع میشه که نویسنده میگه تصور کن توی یه رستوران نشستی، داری میزای دور و برت رو نگاه میکنی و میخوای تشخیص بدی که رابطه کدومشون توی شرایط نامساعدیه. به نظرت اون زن و شوهر جیگ جیگویی که دارن سر هم داد میزنن شرایط نامساعدی دارن، یا اون زوجی که حین شام خوردن حتی یک کلمه هم با هم حرف نمیزنن؟ واقعیت اینه که هر دوی این زوجها ممکنه رابطه خیلی پایداری با هم دیگه داشته باشن. از نظر من روابط موفق توی 3 دسته کلیدی جا میگیرن. یعنی 1. روابط تایید کننده، 2. روابط بی‌ثبات و 3. روابط اجتنابی. خب
یه رابطه تایید کننده به وضوح یه رابطه کارآمد محسوب میشه. به این معنی که زوج مورد نظر وقت میذارن تا مشکلات رابطه رو به رسمیت بشناسن و محترمانه اونا رو حل کنن. و یه رابطه بی‌ثبات در واقع یه رابطه پرشور محسوب میشه. 0 تا 100 یه زوج بی‌ثبات عملا توی یه لحظه اتفاق میفته. یعنی فقط یه ثانیه طول میکشه تا از یه آدم آروم و خونسرد به یه آدم دیوونه و غیر قابل کنترل تبدیل بشن. اینجور زوجها دائما در مورد همه چی با هم بحث میکنن، اما خیلی سریع همه چی یادشون میره و آشتی میکنن. این آدما به وضوح از وقت گذروندن با همدیگه لذت میبرن و باعث خنده و خوشحالی همدیگه میشن. از طرف دیگه یه زوج اجتنابی از پذیرش مشکلاتی که توی ازدواج اونا وجود داره تفره میرن. اونا گله و شکایت میکنن، اما هیچ وقت به طور مستقیم با مشکلات برخورد نمیکنن. با این وجود حتی اگه هیچ راه حلی هم برای این مشکلات پیدا نکنن، بازم به هم دیگه احترام میذارن و روی چیزی تاکید دارن که اونها رو کنار هم نگه داشته، نه چیزی که میتونه اونها رو از هم جدا کنه. اصل حرفم اینه که یه ازدواج موفق میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه و دعوا کردن لزوماً چیز بدی نیست. یکی از عجیب‌ترین چیزهایی که در طول تحقیقات فهمیدم این نکته بود که ازدواج‌ها برای بقا به تعارض یا به اصطلاح بار منفی نیاز دارن. اما باید حواسمون باشه که یه تعادل ظریف اینجا لازمه. منظورم اینه که مثلا یه دعوای شدید باید با یه آشتی پرشور جبران بشه، یا یه لیست بلند بالا از گله و شکایت باید با تعریف و تمجید متعادل بشه. اگه این تعادل حفظ نشه ممکنه این زوج توی یه چرخی منفی گیر کنن. بیرون اومدن از این منجلاب خیلی کار سختیه، چون هرچی تعامل منفی تر باشه گوش دادن سخاوتمندانه به همدیگه یا پذیرفتن حرفای همدیگه سخت تر میشه. علاوه بر این من حین تحقیقاتم 4 تا زنگ خطر، یعنی 1 انتقاد، 2 تحقیر، 3 حالت تدافعی و 4 دیوار کشی رو شناسایی کردم که نشون میده زوجها دارن گرفتار چرخه تعاملی منفی میشن. یه داستان توی کتاب مقدس هست که میگه توی آخرالزمان 4 تا سوارکار ظاهر میشن که روی اسب‌های سفید، قرمز، سیاه و رنگ پریده سوارن و به ترتیب نماد بیماری، جنگ، قحطی و مرگ هستن. من هم با توجه به همین داستان اسم این زنگ خطرها رو میذارم 4 سوارکار آخرالزمان، چون درست همونطور که سوارکارهای آخرالزمان کتاب مقدس کمر به نابودی زندگی بستن، این زنگ خطرها هم به دنبال نابودی رابطه هستن. نکته اینجاست که آشنایی با این سوارکارا بهت کمک میکنه زمانی که توی ازدواجت ظاهر شدن زود اونها رو تشخیص بدی. برای درک بهتر این موارد میخوام توی بخش بعدی ماجرای یه ازدواج رو برات تعریف کنم که با ارتباط محبت آمیز شروع میشه، اما بعد از اینکه زوج داستان یکی یکی با این سوارکارا ملاقات میکنن و گرفتار الگوهای منفی میشن، رابطه قطع میشه. اولین سوارکار آخرالزمانی رابطه چیزیه که همه ما از نزدیک میشناسیمش، یعنی انتقاد. برای اینکه ببینیم این زنگ خطر توی عمل چه بلایی سر رابطه میاره، میریم سراغ ماجرای ازدواجی که قبلتر بهت گفتم. داستان از اینجا شروع میشه که اریک و پم به تازگی با هم دیگه ازدواج کرده بودن. اونا دیوانه وار عاشق هم دیگه بودن، اما بیشتر وقتا سر پول بگو مگو میکردن. در واقع اونا میخواستن برای خرید خونه پول پس انداز کنن و تصمیم گرفته بودن تا جایی که میتونن پول کنار بذارن. با این حال مشکل اینجاست که اونا تعریف کاملا متفاوتی از پس انداز کردن پول داشتن.
اریک فکر میکرد همین که زیاد بیرون غذا نخورن و با دوچرخه سر کار برن کافیه. اما پم مرزهای تعریف پسنداز کردن رو جابجا کرده بود. اون برای اینکه بتونه پول بیشتری پسنداز کنه با کوپن از سوپرمارکت خرید میکرد و کلا هم بی خیال لباس خریدن شده بود. به خاطر همین اون حسابی از دست اریک شاکی شده بود، چون فکر میکرد اریک خیلی داره خرج میکنه. هر بار که اریک یه نوشیدنی خوب یا یه استیک میخرید و میآورد خونه، هم شروع میکرد به گر زدن و سرزنش کردنش. البته اولش این گرها و سرزنش ها با یه لحن ملایم بود، اما وقتی اریک رفتارش رو تغییر نداد، لحن گرهای پم هم عوض شد. اون دیگه پا رو فراتر گذاشته بود و مدام به اریک میگفت تو خیلی بی ملاحظه و خودخواهی، یا تو هیچ وقت به حرفای من گوش نمیدی. توی اون لحظه دیگه پم از رفتار اریک انتقاد نمیکرد، بلکه داشت از خود اریک و شخصیت اون انتقاد میکرد. در واقع با این برخورد پم اولین سوارکار وارد خونه اونا شده بود. همه ما هر از گاهی از هم دیگه انتقاد میکنیم. این یه اتفاق طبیعیه. با این حال ادامه چنین انتقادهایی میتونه توی یه رابطه ریشه دار بشه و نحوه تعامل تو با شریک زندگیت و حتی دیدگاه تو نسبت به اون رو تحت تاثیر قرار بده. انتقاد بدون کنترل میتونه پای دومین سوارکار، یعنی تحقیر، رو به رابطت باز کنه. تحقیر با انتقاد متفاوته. وقتی تو رفتار تحقیر آمیزی نسبت به شریک زندگیت داری، نه تنها میخوای ازش انتقاد کنی، بلکه میخوای بهش صدمه بزنی و باعث رنجش و آزارش بشی. تحقیر یه جور آزار روانی محسوب میشه. بذار برات بگم تحقیر چطوری روی رابطه اریک و پم تأثیر گذاشت. بعد از 1 سال اونا هنوز هم سر پول دعوا میکردن، اما دیگه تا اون موقع دعوا زیادی بالا گرفته بود. اریک دیگه به خاطر پول خرج کردن عذرخواهی نمیکرد و شروع کرده بود به توهین کردن به پم. مثلا اونو زنی که یه کنس خسیس صدا میزد و بهش میگفت که اصلا نمیدونه چرا باهاش ازدواج کرده. هم به نوبه خودش از اریک منزجر بود و از هر فرصتی استفاده میکرد تا بهش بفهمونه که چقدر آدم مایوس کننده ایه. واقعیت اینه که هیچ کدوم از اونا نمیتونستن به یاد بیارن که چرا با هم ازدواج کردن. ازدواج اونا به یه میدون جنگ پر از تحقیر تبدیل شده بود. این زن و شوهر دیگه دید مثبت یا تحسین برانگیزی نسبت به هم نداشتن. قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌های اونا نسبت به هم دیگه شدت گرفته بود و به واقعیت رابطه‌شون تبدیل شده بود. تحقیر خودش رو به شکل توهین و اسم بد گذاشتن روی هم دیگه، طعنه و طنز پرکینه یا حتی تمسخر آشکار نشون میده. تحقیر میتونه توی سر تا سر بدنت قابل مشاهده باشه. مثلا توی نحوه آه کشیدن یا گوشه چشم نازک کردن یا پشت کردن و دور شدن از همسرت وقتی داره باهات حرف میزنه. به خاطر همین اصلا جای تعجب نیست که تحقیر کردن سوارکار سوم، یعنی حالت تدافعی، رو به ازدواج دعوت کنه. اگه تو با قضاوت‌های منفی بمباران بشی، به نظرت آیا یه واکنش طبیعی نیست که بخوای از خودت دفاع کنی؟ ازدواج اریک و پم انقدر خصمانه و غیر دوستانه شده بود که اونا احساس میکردن همیشه خدا باید در مقابل هم حالت تدافعی داشته باشن. اونا هر چیزی رو که طرف مقابل میگفت به عنوان یه حمله تلقی میکردن و همه انرژیشون رو صرف این میکردن که از خودشون دفاع کنن و تقصیر رو گردن طرف مقابل بندازن. مثلا اگه پم اریک رو به خاطر اینکه بابت سرعت غیر مجاز جریمه شده بود سرزنش میکرد، اریک هم در مقابل اون رو مقصر جلوه میداد، چون پم بود که باعث شده بود دیرشون بشه. در واقع هیچ وقت هیچ بحث واقعی بین اونا شکل نمی گرفت،
چون همه فکر و ذکرشون این بود که ثابت کنن حق با اوناست و از مشکل اصلی دور بشن. میدونی زندگی به حالت تدافعی مداوم مثل چی میمونه؟ مثل اینه که دوتا بوکسور گاردشون رو بالا بگیرن و با آمادگی کامل برای دفع هر مشتی که به سمتشون میاد دور هم چرخ بزنن. حالت تدافعی در اصل یه جور امتناع از قبول مسئولیت محسوب میشه. توی چنین شرایطی هر دو طرف احساس میکنن قربانی هستن. آدمی که حالت تدافعی به خودش گرفته به جای اینکه قبول کنه مرتکب یه اشتباه شده بهانه‌گیری میکنه یا با یه شکایت متقابل جواب میده. یعنی در مقابل شکایت شریک زندگیش یه شکایت جدی‌تر و بزرگتر مطرح میکنه یا با سادگی بدون اینکه طرف مقابل رو بپذیره موضع خودش رو تکرار میکنه. به هر حال ارتباط تدافعی با هر استراتژی که صورت میگیره به رابطه آسیب میزنه. توی چنین رابطه هر دو طرف احساس میکنن که طرف مقابل حرف اونها رو نمیشنوه. احساسی که به نوبه خودش ناامیدی و درموندگی اونها رو تشدید میکنه. توی چنین شرایطی الگوی تعاملی منفی رابطه مدام تشدید میشه و در نهایت هیچ راه حلی برای خارج شدن از این باتلاق تعاملات منفی وجود نداره. این چرخه دفاعی چهارمین و خطرناکترین سوارکار رو به رابطه دعوت میکنه، یعنی دیوار کشی. دیوار کشی درست همون چیزیه که از اسمش معلومه. توی این حالت یکی از طرفین رابطه یا هر دوی اونا برقراری ارتباط رو به طور کامل قطع میکنن و مثل یه دیوار سنگی میشن. این دقیقا همون اتفاقیه که برای اریک و پم افتاد. بعد از سالها درگیری اریک به جایی رسید که حتی زحمت بحث کردن با پم رو هم به خودش نمیداد. در عوض فقط نادیدش میگرفت. انگار نه انگار که داره باهاش حرف میزنه. بعضی وقتا هم فقط سرش رو تکون میداد و از اتاق میرفت بیرون. دیوارکش ها بعضی وقتا فکر میکنن که رفتار خونسایی دارن، اما واقعیت اینه که این رفتار خیلی تحریک آمیزه. با این رفتار تو عملا داری به شریک زندگیت میگی که با وجود اینکه خیلی ناراحته اما حتی لیاقت توجه تو رو هم نداره. یعنی شدیداً برات بی اهمیت و بی ارزشه. کاملا قابل درکی که این برخورد طرفی رو که نادیده گرفته شده به شدت به خشم میاره. به خاطر همین شروع میکنه با صدای بلندتر فریاد کشیدن و در واقع کاری میکنه تا همسرش بیشتر نادیدش بگیره. دوباره باید یادآوری کنم که همه ما هر از گاهی چنین برخوردی رو نشون میدیم. منظورم اینه که یه بار دیوار کشی به این معنی نیست که رابطت دچار مشکل شده. با این حال اگه تو یا طرف مقابلت به دیوار کشی عادت کردین، یعنی یه زنگ خطر بزرگه. وقتی هیچ تعاملی وجود نداشته باشه، یعنی هیچ ارتباط واقعی وجود نداره و این قضیه باعث میشه بهبود رابطتون خیلی سخت بشه. مثل اینه که با یه غریبه کینه توس توی یه خونه زندگی کنی و روی یه تخت بخوابی. من توی آزمایش هایی که با صدها زوج انجام دادم این 4 تا سوارکار آخر الزمان رو با دقت تماشا کردم. اینا مطمئن ترین شاخص هایی هستن که نشون میدن این ازدواج قراره یه روز به جدایی ختم بشه یا نه. با این حال حتی ازدواجی که گرفتار همه این مکانیزم های ارتباطی مخرب شده میتونه نجات پیدا کنه. چطوری؟ این همون چیزیه که توی بخش بعدی میخوام در موردش حرف بزنم. چطور میشه ازدواجی رو که به بنبست خورده نجات داد؟ خب این کار اونقدر هم که فکرشو میکنی سخت نیست. بهبود نحوه برقراری ارتباط به سالها تراپی یا گوشه عزلت برگزیدن توی جزیره دورافتاده نیاز نداره. در واقع من به 3 تا مهارت ارتباطی مهم دست پیدا کردم که میتونه رابطت رو تغییر بده.
با تسلط روی این تکنیک ها عملا 75% از راه رو برای به حد اکثر رسوندن شادی تو توی زندگی زناشویی طی کردید. البته این استراتژی ها طوری طراحی نشدن که جلوی مشاجره رو بگیرن. یادت باشه که تعارض برای یه رابطه خوبه. چیزی که مهمه اینه که چطور بحث کنی. در واقع این مهارت ها بهت کمک میکنن بهتر بحث کنی. با بکارگیری اونا میتونی احساسات رو بدون حالت تدافعی بیان کنی و به شریک زندگیت نشون بدی که بهش گوش میدی. با این توضیحات حالا میتونیم بریم سراغ این استراتژی ها. اولین استراتژی اینه که یاد بگیری چطور احساساتت رو کنترل کنی. کاملا طبیعیه که آدم در طول یه مشاجره احساسات آشفتگی شدیدی داشته باشه. یعنی کاملا تحت تاثیر احساساتش قرار بگیره و احساس استیصال بهش دست بده. وقتی احساس آشفتگی میکنی، ضربان قلبت افزایش پیدا میکنه و آدرنالین اضافی تولید میکنی. در واقع بدنت حالت ستیز و گریز خودش رو فعال میکنه، چون احساس میکنه که مورد حمله قرار گرفته. وقتی توی این حالت هستی به راحتی میتونی یهو از کوره در بری و چیزی بگی که بعداً پشیمون بشی یا وسوسه بشی با دیوار کشی یا خارج شدن از اون محیط از بحث کردن تفره بری. نیازی به گفتن نیست که هیچ کدوم از این واکنش‌ها برای برقراری ارتباط خوب مناسب نیستند. در نتیجه اولین چیزی که باید یاد بگیری اینه که توی بحبوحه مشاجره آروم بمونی. این کار بهت کمک میکنه درست فکر کنی و حرفای همسرت رو بشنوی. وقتی احساس کردی آشفته شدی یا مضطرب و پریشون و وحشت زده ای، بلافاصله یه استراحتی به خودت بده و یکم از بحث فاصله بگیر. بهتره از قبل با همسرت توافق کنی که ممکنه یه جایی بحث رو ترک کنی. اما این به خاطر این نیست که میخوای از بحث کردن اجتناب کنی، بلکه به خاطر اینه که یکم به فضا نیاز داری و در واقع میخوای مطمئن بشی که آمادگی ذهنی برای ادامه دادن این بحث رو به دست میاری. دست کم 20 دقیقه طول میکشه تا واکنش‌های فیزیولوژیکی بدنت به حالت نرمال برگرده. یعنی تپش قلبت آروم بشه و حالت آشفتگیت از بین بره. بنابراین باید حداقل به اندازه 20 دقیقه از بحث دور بمونی. توی این بازه سعی نکن از تکرار بحث توی ذهنت و پیدا کردن جواب‌های دندان شکن و هوشمندانه پیدا کنی. از این کار خودداری کن، چون این کار صرفاً باعث ادامه دار شدن استرست میشه. در عوض سعی کن با آرامش فکر کنی و جملاتی مثل درسته ما الان از دست هم ناراحتیم اما خیلی همدیگر رو دوست داریم به خودت بگی. برای اینکه به خودت کمک کنی آروم بشی میتونی یه چند دقیقه مراقبه کنی یا تمرینات تنفسی انجام بدی. بعضی آدم‌ها دوست دارن آهنگ گوش بدن یا یه دوش آب گرم بگیرن. مهم نیست دقیقاً چه کاری انجام میدی. فقط باید یه کار آرامش بخش باشه. به هر حال زمانی که احساس کردی آماده‌ای میتونی توی حالتی به بحث برگردی که قادر به برقراری ارتباط هستی و برای پیدا کردن راه حل تلاش میکنی. این اولین مهارتیه که باید به دست بیاری. دومین مهارت اینه که تمرین کنی به روشی غیر تدافعی با همسرت حرف بزنی. توی بخش قبلی دیدی که حالت تدافعی توی بحث میتونه حسابی اوضاع رو سخت‌تر کنه و باعث بشه هر دو طرف از زیر بار مسئولیت خودشون فرار کنن و هم دیگر رو مقصر بدونن. حالا غیر تدافعی دقیقاً برعکس این عمل میکنه. یعنی باعث میشه هر دو نفر احساس کنن دیده و شنیده میشن و در نتیجه درگیری ها و تعارضات رو کاهش بدن. حالا سوال اینجاست که چطور میتونی از شر حالت تدافعی خلاص بشی؟ اول از همه باید یکم تمرین ذهنی انجام بدی. الگوهای تعاملی منفی که به مدت ماه‌ها یا سال‌ها توی رابطه حضور داشتن
به ذهنت یاد دادن که همیشه خدا طرز تفکر انتقادی نسبت به همسرت داشته باشه. در واقع ممکنه حتی کاملا فراموش کنی که چرا با این آدم ازدواج کردی. با این حال نمیشه انکار کرد که این آدم همون آدمیه که یه زمانی عاشقش شدی و عمیقاً تحسینش میکردی. بیشتر وقتا این احساسات مثبت هنوز یه جای ته دلت حضور دارن. فقط منفی نگری ناشی از همه اون دعوا مرافعا اونا رو پنهان کرده و باعث شده فراموششون کنی. برای اینکه بتونی از نو اونا رو کشف کنی، باید برای قطع افکار منفی چند تا گام مشخص برداری. اول از همه یه لیست از همه چیزایی که در مورد شریک زندگیت دوست داری و تحسین میکنی بنویس. بعد به این فکر کن که این ویژگی ها به ازدواجت چه کمکی میکنن و اگه اونا نباشن چه چیزی رو از دست میدی. علاوه بر این باید تمرین کنی به جای تمرکز روی کارهایی که همسرت انجام نمیده، از شخصیتش و کارهایی که انجام میده به طور فعالانه قدردانی کنی. مثلا اگه اومدی خونه و دیدی که آشپزخونه تمیزه، از تلاشش تشکر کنی، نه اینکه در مورد این گر بزنی که چرا گاولمه ها رو نشسته. نکته مهمتر اینی که باید بهش نشون بدی قدرش رو میدونی. میتونی هر روز یکم وقت بذاری و بهش بگی که کدوم ویژگیش رو تحسین میکنی یا به خاطر کدوم کار ازش متشکری. مثلا میتونی بهش بگی مرسی که با وجود اینقدر استرس که داشتی رفتی فروشگاه و خریدار انجام دادی، یا اینکه این پیرن چقدر بهت میاد. مهم نیست دقیقاً چی میگی، فقط باید مثبت و صادقانه باشه. حرفی که بهش میزنی باید از ته دلت باشه، وگرنه نمیتونی تأثیری روی همسرت بذاری. اولش ممکنه همسرت انتظار شنیدن این حرفا رو نداشته باشه یا حتی مشکوک بشه. به هر حال اون به شنیدن چنین حرفایی از سمت تو عادت نداره. با این حال اگه همین روند رو ادامه بدی، کم کم باورش میشه که این حرفا از ته دله. همین تمرین ساده میتونه خیلی نتیجه بخش باشه. وقتی ذهنت رو تمرین میدی که دنبال نکات مثبت باشه، افکار استرس‌زایی که باعث ایجاد حالت تدافعی میشه کمتر سراغت میاد. وقتی هم که به شریک زندگیت میگی چقدر قدرش رو میدونی، عملاً داری حالت تدافعیش رو به طور کامل خلق اصلاح میکنی. علاوه بر این وقتی با همسرت درگیر میشی، گوش دادن غیر تدافعی رو تمرین کن. به زبان بدن توجه کن. ببین آیا دست به سینه وایسادی؟ آیا داری چشم گره میری؟ این نشونه ها عملا داره به شریک زندگیت این پیام واضح رو میده که گوشت با اون نیست. کار درست اینه که بدنت رو شل کنی و به یاد بیاری که حتی اگه همسرت عصبانی باشه لازم نیست بترسی. اون نمیخواد بهت حمله کنه. در عوض داره نشون میده عمیقاً به موضوعی که داره در موردش حرف میزنه اهمیت میده. تو هم در مقابل باید با بیان جملات همدلانه‌ای مثل آره متوجهم یا با سر تکون دادن و تماس چشمی بهش نشون بدی که داری به حرفاش گوش میدی. وقتی نوبت حرف زدن به تو میرسه باید حرفاتو بسنجی و ببینی کلماتت چه تأثیری روی همسرت میذاره. اگه میخوای مشکلی رو مطرح کنی، شکایتت رو تا جایی که میتونی مشخص و واضح بیان کن. مثلا بگو وقتی تو توی فلان موقعیت فلان کار رو انجام میدی فلان احساس بهم دست میده. این روش باعث میشه شریک زندگیت متوجه بشه که دقیقاً چی داره آزارت میده. تازه در مقایسه با وقتی که یه انتقاد مبهم و کلی ازش میکنی، حالت تدافعی کمتری به خودش میگیره. مثلا فرض کن اگه همسرت بهت بگه وقتی دیشب فراموش کردی آشغالا رو ببری بیرون، من خیلی اذیت شدم. در مقایسه با وقتی که میگه تو همیشه غیر مسئول و فراموشکاری و هیچ وقت تو کارهای خونه کمک نمی کنی، چه حسی بهت دست میده؟ خب رسیدیم به پایان این کتاب.
و امیدوارم به اندازه کافی واسهتون آموزنده باشه و ازش لذت برده باشید.